خیلی سال پیش از یکی پرسیدم بزرگترین اشتباهی که تو زندگیت کردی چی بوده؟ خیلی فکر کرد. گفت مفت از دست دادم. گفتم چیو؟ گفت چیزی که فکر میکردم همیشه دارمش. میدونی آدم وقتی یه چیزی رو داره حواسش پرت نداشته هاش میشه. میگه خب این که هست، برم سراغ باقی چیزا. حواسش نیست چیزی رو که داره شاید با ارزش تر از تمام چیزایی باشه که دنبالشونه. یه نگاه بهش کردم، گفتم نمیشد دوباره به دست آوردش. یه لبخند تلخ زد و گفت نه، برای من نمیشد. شاید بعضی چیزها رو بعد از دست دادن بشه به دست آورد، ولی دل آدمی زاد رو نمیشه. اینکه خیلی ساده دل کسی رو به دست میاری دلیل بر بی‌ارزش بودنش نیست. بعضی چیزها رو وقتی از دست میدی تازه ارزششون برات مشخص میشه. بذار خیلی راحت بهت بگم، گاهی وقتا همین که چیزی رو از دست ندی کافیه.